در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم، آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام، صل علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، واغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام خدا به مهمونای خوب ماه خدا، اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خوش آمدید. قبول باشه روز نمازهاتون، طاعات و عباداتتون. الحمدلله که توفیق داریم تو این ساعات و روزهای سراسر نور و استجابت، لحظاتی که هر لحظش سر سجاده ایم و سجاده استجابت الهی پیش رومون گسترده است، باز هم با یاد خدا هم نشین شما هستیم. افتخار دارم امروز هم همچون سه شنبه های گذشته محضر سرور ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی عزیز عرض ادب و ارادت داشته باشم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود خداوند رحمان نثار تمام عباد الرحمن در سرتاسر جهان و این ورود به ماه ضیافت الله، ماه مهمانی خداوند رحمان، و تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که با کاروان سالار ماه رمضان، ماه ضیافت الله، امام زمان ارواح نافدا قلب‌های ما توفیق همراهی داشته باشه انشاءالله، و در شب قدر انشاءالله بهترین سرنوشت ها برای امت اسلام، برای محبان امام زمان در سرتاسر جهان رقم بخوره انشاءالله، که شفای کامل عاجل برای بیمارانمون انشاءالله. دعای خیر امام زمان شر ویروس منحوس رو به باعثان و بانیانش برگردونه و انشاءالله ما تحقق اللهم اشف کل مریض رو که خدایا شفا بده تمام مرضا رو و تمام بیماران رو به زودی زود در دولت کریمه مهدوی شاهد باشیم انشاءالله. خیلی ممنون و متشکریم از تشریف فرماییتون و قبول زحمت. مهمانی هستند از آستان حریم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، جناب آقای حیدری کاشانی، و از مشهد توفیق داریم که تشریف میارن. الحمدلله و چند سالی است که مهمونشون هستیم. بحث های مختلفی رو تا کنون خدمت حاج آقا یاد گرفتیم و جمع‌بندی از جلسات قبل رو حالا اینجا به عنوان آنچه گذشت با هم ببینیم. برمیگردیم سوال تازه‌ای در ارتباط با ماه مبارک می‌خوایم از حضورشون بپرسیم و انشالله این مبحث رو در این چند هفته ماه مبارک خدمتشون خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید این که میفرماد جامع ترین ذکر، آیت الله عظما بهجت، گشتیم و گشتیم ذکری جامع تر و برتر از ذکر صلوات نیافتیم. یه جهتش این که تمام اصول توحیدی ما که توحید هست، نبوت، امامت، اینها همه در صلوات هست. اللهم، توحید نابه از الله جل جلاله، مستجمع صفات جمال و جلال خداست. الله، نام الله داری از الله سرچشمه نور، نور السماوات و الارض داری میخواهی. صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نبوته یعنی اقرار ضمنی به توحید و نبوت و آل محمد، اللهم صل علی محمد، و امامت. این عظمت صلوات جمعی،
عظمت صلوات که پربهاترین ذکر، بهترین ذکر. شخصی به نام عبدالسلام میاد محضر امام صادق علیه السلام، میگه من در طواف خانه خدا بودم، یه مرتبه در خانه خدا بیگمان باز شد و ما یه مرتبه دیدیم داخل خانه هستیم. خدا انشاءالله رزق و روزی ما و شما و همه مشتاقان بکنه انشاءالله از این توفیقات رو. میگه انقدر هیجان زده بودم که هیچ ذکر، هیچ آیه قرآنی، هیچ ذکر قرآنی به ذهنم نیومد، هیچ ذکری، همه رفت. میگه فقط این چند ساعتی که داخل خانه خدا بودم من ذکر صلوات یادم بود و به آستان پیامبر و آل پیامبر ذکر صلوات رو داشتم. حال من چگونه است؟ حضرت فرمودن اما انه لم یخرج احد به افضل مما خرجت به. بدان هیچ کس از خانه خدا بیرون نیامده به چیزی بهتر، عالیتر و پربهاتر و ارزشمندتر از آنچه که تو با آن بیرون آمدی. 3720 مسیر پیامکی ما و شماست و همینطور شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. نظراتتون، پیشنهاداتتون رو به روی چشم میگذاریم. محبت کنید برامون ارسال کنید. فایل های برنامه و گزیده های برنامه هم در فضای مجازی قرار داده میشه. آدرسش هم @یاد خدا آندرلاین کیو تیوی هست. در همه شؤون فضای مجازی صفحه داریم به همین نام یاد خدا. میتونید انشالله استفاده کنید و در اشتراکش به مردم خوبمون هم سهیم باشید. آقای حیدری عزیز، شاید یکی از برکاتی که بتونیم راجبش صحبت کنیم قراره که حصول نتیجه ماه مبارک با همه اتفاقاتی که رخ میده در کنار مغفرت و رحمت و برکتی که داره، اما پایانش رو قرآن کریم به ما وعده لعلکم تتقون میده. شاید بیننده عزیز و ما هم مشتاق باشیم یه قدری راجع به این لعلکم تتقون بیشتر صحبت کنیم و شاخصه های تقوا رو از دریچه نو بهش نگاه کنیم. مضاف بر این که بهار قرآن هم هست، چقدر خوب که دستمایه اصلی حرفمون اینجا قرآن کریم باشه. بسیار عالی. آیه 183 سوره بقره که اشاره داره که این روزه‌ای که بر شما واجب شده بر تمام امت‌های پیشین در کتاب‌های آسمانی پیشین و به واسطه پیامبران الهی در تمام عصرها و نسل‌ها این نوشته شده بوده، در کتاب‌های آسمانی واجب شده بوده. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این نوشته شده در تمام کتاب‌های آسمانی قبلی و اینجام کتبه به معنای فریضه، به معنای واجب، بر همه امت‌ها واجب بوده. حالا هدف گذاری واجب شدن روزه، تشریع روزه، فریضه شدن روزه، لعلکم تتقون، شما به تقوا برسید. این لعلکم تتقون خیلی نکات بسیار مهمی داره که نتیجه تمام ماه رمضان ما لعلکم تتقون دیگه، اینکه ما برسیم به مرتبه بالاترین مراتب تقوا، اونگونه که خداوند رحمان نقشه ماه رمضان رو طراحی کرده. که یکی گفته بود که به طنز گفته بود که ماه رمضان رو شما میگید رمضان المبارک، محرم رو میگید محرم الحرام، اما در رمضان همه چیز حرام میشه، خوردن، آشامیدن، خیلی بگید رمضان الحرام، و بگید در محرم که سفره‌های حسینی پهن میشه بگید محرم المبارک. این حالا طنزگونه ای هست، اما حقیقت اینه که میهمانی خداوند رحمان با امساک دادن انسان از خوردن، از آشامیدن، از حرام کردن خیلی چیزهایی که در اوقات دیگر سال حلال هست، عملا میزبانی خداوند از میهمانانش در این ضیافت الله، در این میهمانی ویژه، یک آداب و رسوم خاص و عجیب و غریبی داره که ویژه خود خداست ولا غیر. خب نتیجه تمام این آداب و رسوم و این که نخوردن ها، نیاشامیدن ها، روزه جواره، روزه جوانه، تا حتی میرسیم به روزه فکر که انسان جز به خدا نیندیشد. در مقامات بالای میگیم اللهم اجعل صیامی صیام الصائمین، خدایا روزه من رو روزه روزه‌داران واقعی قرار بده. روزه‌داران واقعی چه کسانی هستند؟ روزه‌داران واقعی پیامبران و امامان معصومند. روزه‌دار واقعی امام زمان روی فداست. روزه‌داری او چگونه است؟ روزه در مرتبه روزه عقلانی، روزه فکر، روزه ذهن، به جز خدا نمیاندیشد. در مقام روزه فکر
روزه قلب، این قلب جز به خدا گرایش نداره، جز به خدا محبت نداره، جز به عشق خدا نمیتپه. اینها رو ما، این افقها برای ما تعیین شده. میگه همه اینها برای این هست که شما به تقوا برسید. لعلکم تتقون. خب ترجمه کردن که امید است که به تقوا برسید، شاید که با تقوا بشید. اما مفسران گرانقدر یه نکته مهمی رو اینجا دست گذاشتن. میفرمایند که امید است برای خداوند معنا نداره که خداوند عالم به تمام اسرار و به تمام خفیات عالمه. خداوند که معطل نمیمونه که مثلا یعنی خدا امیدوار باشد به که خدا امیدواره که شما در ماه رمضان با تقوا بشید. دقیقاً پیش خداوند مشخصه آینده کار که ما با تقوا میشیم نمیشیم، عاقبت به خیر میشیم در علم الهی. اینجا لعلکم تتقون میخواد اشاره به این که خداوند بستر و زمینه تقوا رو برای شما فراهم میکنه که شما تقوا رو رواج بدید. به معنای رواج تقواست لعلکم تتقون، هم در عرصه‌های تقوای فردی، هم تقوای خانوادگی، هم در عرصه جامعه، هم در عرصه جهانی. ما تقوای فردی رو داریم، تقوای خانوادگی رو داریم، تقوای جامعه رو، اجتماعی رو داریم و بعد یک گسترش دادن این تقوا در عرصه جهانی که در حقیقت خودسازی، خانواده سازی، جامعه سازی، تمدن سازی توحیدی. این تو این لعلکم تتقون همه این مضامین نهفته است که ما در ماه رمضان باید تمرین بکنیم به همه این افقها برسیم. ماه رمضان ماه رواج تقواست. ما می‌بینیم در سرتاسر قرآن تاکید بر تقوا میشه. 260 آیه در این قرآنی که به هر حال بهار قرآن، ربیع القرآن، یک آیش تلاوت، یک آیش تدبر، در یک آیش معادل قرائت و تلاوت و تدبر در تمام آیات قرآنه. 260 آیه دعوت به تقوا شدیم از جانب خداوند رحمان. حالا این تقوا یعنی چی؟ یعنی پروا کردن، یعنی از خدا پروا کنید. حالا معنای عمومیش رو میگیم. ملاحظه کنید، خدا رو لحاظ کنید، از خدا ملاحظه داشته باشید، ملاحظه خدا رو بکنید. خب ما میخواییم از یک زاویه جدیدی به تقوا بپردازیم. تقوایی که درش در دلش خودسازی هست، خانواده سازی هست، جامعه سازی هست و تمدن سازی شکوهمند اسلامی در افق جهانی و دولت کریمه مهدوی درش هست. همه اینها از دل تقوا در میاد و ما مأموریم که در ماه رمضان این مراتب تقوا رو تمرین کنیم تا عالی‌ترین درجات. این تقوا در چه افقی یه چنین ارمغان‌هایی رو خواهد داشت؟ ببینید یکی از افق‌هایی که کمتر بهش پرداخته شده ضد تقواست. آیه‌ای داریم در قرآن، آیه 52 سوره نحل می‌فرماید افغیر الله تتقون. آیا شما از غیر خدا پروا می‌کنید؟ از غیر خدا ملاحظه می‌کنید، ملاحظه خدا رو نمی‌کنید؟ از غیر خدا پروا می‌کنید، از خدا پروا نمی‌کنید؟ از غیر خدا حیا می‌کنید، از خدا حیا نمی‌کنید؟ از غیر خدا می‌ترسید اما از خدا نمی‌ترسید؟ ببینید پس اگر پایبندی ما به تقوا، تعهد ما به تقوا، متقی شدن ما رو تا بالاترین مراتب توحیدی پیش میبره. یعنی به غیر خدا باید یه دست پشت دستی محکم بزنی. از غیر خدا باید عبور. افغیر الله تتقون. شما از غیر خدا پروا میکنید، غیر خدا رو ملاحظه میکنید، لحاظ میکنید اما خدا رو لحاظ نمیکنید. پس ما به اون مراتب عالی توحیدی با تقوا میرسیم. یعنی به جایی میرسیم که میگیم تمام مراتب وجودی ما، هم جوارح ما هم جوانح ما، قو علی خدمت که جوارحی که گفتیم اعضای هفتگانه ظاهری ماست، چشم ما، گوش ما، زبان ما، که حالا در مراتب روزه داری، این چشم هم باید روزه باشه، زبان هم روزه باشه، گوش هم روزه باشه، دست ما روزه باشه، پای ما روزه باشه، شهوت ما روزه باشه، شکم روزه باشه. اینا تازه میشه اعضای ظاهری. قو علی خدمت که جوارحی، اعضای هفتگانه ظاهری که داریم میگیم خدایا قوت به ما بده، قوت خدمت بده. وشدد علی العزیمت جوانهی، جوانه اعضای باطنیه، عقل ما، فکر ما، ذهن ما، اندیشه ما، قلب ما. به جایی برسیم که ما عزیمت کنیم به سمت خدا، مهاجرت کنیم به سمت خدا، در عقلمون، در فکرمون، در اندیشمون خادم خدا بشیم، به یاد خدا باشیم، از اینجا در حقیقت فراتر نریم. افغیر الله تتقون. آیا شما
غیر خدا رو میخواید ملاحظه بکنید، پروا بکنید، از خدا رو لحاظ نکنید. پس اینجا لحاظ کردن خدا یعنی لحاظ نکردن غیر خدا. پروا کردن از خدا، از غیر خدا پروا نداشته باشید. از غیر خدا. بعد حالا ملاحظه احدی غیر خدا رو نداشته باشید. خب میگیم آقا ملاحظه پدر، ملاحظه مادر، ملاحظه همسر، ملاحظه اون چیزی که خدا دستور داده. ما ملاحظه پدر و مادر رو میکنیم، اونم در بالاترین سطح، و بالوالدین احسانا، احسان و اکرام و احترام والدین، چون دستور خداونده، داریم خدا رو ملاحظه میکنیم، از خدا پروا میکنیم که نهایت درجه اکرام و احترام نسبت پدر و مادر و که ذوی الحقوق داریم. اما اینجا که داره میگه افغیر الله تتقون، اشاره داره این غیر الله به قدرت‌های غیر خدایی، به قدرت‌های ضد خدایی. یعنی این تقوا پایبندی به تقوا شما رو به جایی میرسونه که از قدرت‌های ضد خدایی و غیر خدایی هیچ پروایی نداشته باشید. اونا رو ملاحظه نکنید، اونا رو لحاظ نکنید، از اونا نترسید، از اونا نهراسید، فقط از خدا بترسید و از خدا بهراسید. این معنا که عدم ملاحظه قدرت‌های ضد خدایی، از قدرت‌های غیر خدا نمی‌ترسیم و نمی‌هراسیم رو در حقیقت اتفاقا مورد تاکید مقام معظم رهبریه. من این فراز رو از مقام معظم رهبری اشاره بکنم تا ادامه بحث. می‌فرماید وقتی ما پایبند به تقوا شدیم، از قدرت خدا پروا می‌کنیم و از قدرت‌های غیر خدایی پروا نمی‌کنیم. ملاحظه آنها را نمی‌کنیم، از آنها نمی‌ترسیم، فکر نمی‌کنیم که زندگی ما، سعادت ما، آینده ما، سرنوشت ما به دست آنهاست. این لازمه تقواست و این راه پیروزی یک ملت است. در یک امت اسلامی وقتی تقوا بود، اینجور اندیشیدن و اینجور عمل کردن بود، قهراً شکوفایی پیش می آید، حرکت و پیشروی، اعتلاع و ارتقا پیش می آید، تا آن وقت که لیظهره علی الدین کله می شود که در حقیقت خداوند در آیات متعدد و مکرر تاکید کرده بر این آیه لیظهره علی الدین کله که آستان ظهور امام زمان و برپایی دولت کریمه مهدوی که یک دولت سرتاسر توحیدی است. ما از دل تقوا باید به اون دولت سرتاسر توحیدی امام عصر ارواحنا فدا نزدیک بشیم انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. محضر قرآن کریم مشرف میشیم. همین آیه 183 فکر میکنم بهترین آیه باشه برای شنیدن. آقای حیدری اگر موافق باشید بشنویم. محضر سوره مبارکه بقره میرسیم و با این تدبر و با این تفکر که حالا فصلش هم هست، بهارش هم هست، روی این آیه کار کنیم. تو احوالاتی که از علما میخواندم که خیلی در قید کمیت نباشید تو ماه رمضان، ولو شده صبح رو یک آیه شروع کنید تا شب به اون یک آیه فکر کنید، تفکر کنید، اگه شد تفسیرش رو بخونید و باهاش عجین بشید. انشالله این اتفاق برای هممون بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. این آیه 183 سوره مبارکه بقره رو باید هر روز ماه رمضان، نه فقط امروز، بهش فکر کنیم و راجبش تدبر کنیم. آیه‌ای که میوه و محصول اصلی ماه رمضان رو به ما نشان میده. اون قله‌ای که اگر قرار باشه به بهترین نتیجهش برسیم، همین لعلکم تتقون خواهد بود انشاءالله. مثلا آقای حیدری کاشانی عزیز هستیم، حسن ختام فرمایشات از سال حدود 8 دقیقه هم زمان داریم.
ببینید این تقوایی که میاد و غیور میکنه انسان مؤمن رو که به غیر خدا دست رد میزنه. افغیر الله تتقون، میگه من از غیر خدا نمیترسم، از غیر خدا پروا ندارم، ملاحظه غیر خدا رو ندارم. این رو روی خیلی باید روی این کار بکنیم. نیاز به اسوه سازی ها در این عرصه است، نیاز به الگو سازی ها در این عرصه است و شهدای بزرگوار ما، عرفای بزرگوار ما، از اولیاء الله، از صلحا، از شهدا، اینها به ما این راه رو یاد دادن، راه عملیاتی این راه رو. چون که در ایامی هستیم که متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و روز ارتش رو پشت سر گذاشتیم. خب ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران ما شاهد یک معجزه بزرگ بودیم، در حد معجزه تحول انفسی و عرفانی که در قلوب اصحاب کهف اتفاق افتاد. اصحاب کهفی که از قدرت غیر خدایی و ضد خدایی زمانه خودشون پروا نکردن، نترسیدن، نه هراسیدن، ملاحظه نکردن، مقابلش ایستادن و خودشون رو عبد خدا معرفی کردن. خب ما ارتشی رو شاهد هستیم که خب 400,000 نیرو داره و 60,000 مستشار آمریکایی، اسرائیلی بالا سر این ارتش هستن. یکی از نقاط امید استکبار جهانی و قدرت‌های غیر خدایی و شیطانیه. برای هر 7 نفر ارتشی در حقیقت یک مستشار آمریکایی، اسرائیلی داره تربیت میکنه. بعد میبینیم که تحول انفسی و عرفانی که از لسان مطهر پیر جماران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این عطر مسیحایی میرسه به این ارتش رو متحول میکنه. یه مرتبه یک معجزه‌ای که این ارتش پاکسازی میشه، این ارتش میاد به دل ملت میپیونده. یه مرتبه اینو همافران میان با نائب الامام، نائب امام زمان بیعت میکنن و یک تحول بسیار عجیبیه. خیلی باید روی این کار بشه، حتی باید فیلم های سینمایی ساخته بشه، سریال ها ساخته بشه. چه تحولی، چه اتفاقی از جنس معجزه اصحاب کهفه. خب خیلی روی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فشار بود که ارتش رو منحل بکنید. این ارتش طاغوتیه، طاغوت زده است، در راه اسلام و پیشبرد اهداف اسلامی نمیتونه کاری بکنه. بعد گروه های مختلف با انگیزه های مختلف امام رو تحت فشار گذاشت. اما امام با اون نور خدایی، المؤمن ینظر به نور الله، فرمودن نه، ایران ارتش لازم دارد، اسلام ارتش میخواهد، لکن یک ارتش اسلامی. بعد در نوفلوشتا هم که بودن اونجا خیلی بحثایی بود که آقا شما وارد بشید ارتش رو منحل میکنید، چه کار میکنید؟ میفرمودن هیچ کشوری بی نیاز از ارتش نیست، اما ارتشی که حافظ استقلال و امنیت کشور باشد، نه حافظ یک دیکتاتور مستبد و مطرود تمامی ملت و مأمور قتل عام فرزندان کشور. بعد ما میخواهیم یک ارتش مستقل داشته باشیم، یک ارتشی که مربوط به غیر نباشد، مربوط به غیر نباشد. افغیر الله تتقون، اینطور نباشه غیر رو لحاظ کنه، از غیر بترسه، مربوط به ملت باشد. میخواهیم ارتش ما آزاد باشد، اسرائیل در آن تصرف نکند، آمریکا در آن تصرف نکند. بعد یه مرتبه از دل این ارتش یک شهید قرنی، امیر سپهبد شهید سید محمد ولی قرنی در میاد که اولین رئیس ستاد مشترک ارتش به فرمان حضرت امامه و مسئول پاکسازی ارتش از اندک نیروهای طاغوتی، که بعد این پاکسازی هم انجام میشه. بعد شخصیتیه که وقتی پروندهش رو ورق میزنی میبینی یک تنه در 2 مقطع کودتای نظامی انجام داده تا ارتش شاهنشاهی رو فرو بریزه، اون برجک و بارویی که امید مستکبران عالمه. بعد چرا؟ از چه وقتی؟ از وقتی که احساس میکنه این نظام شاهنشاهی داره در مسیر غیر خدا و قدرت‌های غیر خدایی و خدمت قدرت‌های ضد خدایی حرکت میکنه، یک تنه میاد کودتا میکنه با یه تعدادی از نیروهاش. بعد زندانشو میره، شکنجهشو میشه، تمام هزینه‌هاشو میده. دوباره که آزاد میشه در یک مقطع دیگری دوباره کودتا انجام میده، دوباره زندان و شکنجه تا انقلاب. بعد یه مرتبه یه چنین شخصیتی میاد این ارتش رو به جایی میرسونه که بعد حضرت امام بعد از شهادت ایشون که ایشون مسئول پاکسازی ارتش قرار داده بودن، فرمودن ارتش را بروید ببینید که چگونه اسلامی شده است. همشان توجه به اسلام دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن ماه رمضان. در ارتش بروید ببینید مثل این است که داخل مسجد رفته اید.
خب ایشون نخستین شهید ارتش هم هست که به دست گروهک تروریستی فرقان، همونایی که شهید مطهری رو نمیتونن ببینن و این سرداران فرهنگی رو، این سرداران رزمی و نظامی که به معنا حقیقت تقوا رسیدن، ایشون رو به شهادت رسوندن در 3 اردیبهشت 1158. تدفینشون در حرم حضرت معصومه بود. خب ما از تمام شهدای ارتش تقدیر بود 48,000 شهید سرافراز والا مقام که اینها طلایه داران تقوا و اخلاص بودن، در شمار مخلصین قرار گرفتن. آدم خاطرات شهید صیاد رو که میشنوه یا میخونه و راجع به عالم آخرت و معاد وقتی او صحبت میکنه و راجع به سبک زندگی، تحولی که در او ایجاد شده، تو فیلم خاطراتشون میدیدم که آشنایی با شهیدی است به نام سعید جعفری، میگه پلی بود به ماوراء برای من آشنایی با سعید. احساس میکنه با یک عارف کامل تمام عیار به نام صیاد روبرو هست. آفرین. و این همون حرف عارف بزرگوار ما حضرت آیت الله سید رضا بهاءالدینی مرجع بزرگوارمون و دریای تشرفات محضر امام زمان، که جناب صیاد شیرازی، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، دست پرورده چنین عارفیه. 17 سال در محضر عرفانی و اخلاقیشون کسب فیض کرده. بعد یه سری طلاب شیراز در قم اومده بودن محضر آیت الله عظما بهاءالدینی که برای ما درس اخلاق و عرفان بذارید. ایشون فرموده بودن شما شیرازی هستید، برید از صیاد شیرازی درس زندگی و بندگی رو یاد بگیرید. فرمودن اگر شما صیاد شیرازی شدید هم دنیا رو خواهید داشت هم آخرت رو. و بعد در یک بیان دیگه فرمودن آقا این صیاد شیرازی یک روحانی عارف است که در ارتش یک مش روحانی عارف رو داره خودش جمع کرده و داره پرورش میده. خب ببینید ارتشی که شده بود در حقیقت تحت تصرف غیر الله، غیر خدا برش حاکمیت میکرد، الان میبینی که نیروهای خدایی، نیروهای غیور خدایی آمدن و حاکمیت رو دارن و امثال شهید صیاد شیرازی ها، شهید قرنی ها، شهید عباس دوران ها، شهید عباس بابایی ها ظهور میکنن، شهید احمد کشوری ها، که اینا هر کدامشون یک معجزه است، یک معجزه در تحول عرفانی است و اینها رو ما باید به عنوان اسوه های مهدی یاوری و مهدی یاوران جهان به تعبیر حضرت آقا بزرگداشت نام شهدا، یاد شهدا، به تعبیر حاج قاسم فرزندانمون رو با این شهدا آشنا بکنیم تا در این مسیر نهضت انتظار ما بتونیم در شمار مهدی یاوران و پرورش دهندگان مهدی یاوری باشیم انشالله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. نام برده شد از شهدا و از نام مبارک حاج قاسم هم باز خدا توفیق داد که اسمی برده شد در برنامه. یاد کنیم از همه یاران شهیدش، همه شهدای مدافع حرم، همه شهدایی که به همراه او به شهادت رسن و اخیراً هم داغی که بر دل ما نشست و سردار سید محمد حجازی عزیز، از همه شهدا یاد کنیم و براشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از همراهیتون. این روزها و شبها لحظات استجابت هست. ملتمسانه از شما احتیاج دعا داریم و خواهش میکنیم که همه ما عوامل یاد خدا بر بچهای تلویزیون رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و انشالله هممون برای هم دعا کنیم. انشالله هر چه زودتر جامعه روی آرامش رو از این ویروس منحوس و اتفاقات نامبارکی که میفته ببینه و از خدای متعال بخوایم که خوشبختی و سعادت و آرامش و یاد خدا رو روزی هممون کنه. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگاری و علی محتاج دعای خیرتون هستیم. خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا.